بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، کابین ما بعد از ایستادن مدت‌ها در ایستگاه فضایی میر به حرکت در اومد. در خدمتتون هستیم با آقایون شفقتی، مهد مودتی، بقایان، منوچهر سخاییان و نعیمیان. مرسی. همونطور که میبینید بارش شدید برف نواحی مرکزی و جنوب غربی کشورمون رو فرا گرفته. من از اینجا هرمزگان رو میبینم که کمی تا قسمت و خطوط الوانی که در حضور محرم حضورتون افتاده. عرض شود که وضعیت پیست بسیار خوب هست. شرایط برای برگزاری مسابقات عالی هست. در خدمت استاد تقی صاحب شمشکی هستیم. تقی ظهوری هستیم. ازشون میخوایم که وضعیت پیست رو برای علاقه‌مندان به این ورزش مفرح و کم خرج و شاد و مترقی اسکی بیان کنیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به زبان پاک شهدا. بسم الله الرحمن بار خدایا راست باز بگوییم. بسم الله الرحمن الوای رعوف برخ خورا